بیت کوین طی چند روز گذشته چندین دراپ و ریزش رو اینجا داشته. میخوام ببینیم که بیت کوین در کوتاه مدت و بلند مدت به چه شکل میتونه عمل بکنه. با من تا انتها همراه باشید. امروز در خصوص بیت کوین صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. در خدمتتون هستم با تحلیل تکنیکال بیت کوین. اول همونجور که میدونید این متد و روش من به این شکله که ما از تایم فریم بالاتر شروع میکنیم توی تحلیل. بریم تایم فریم ویکلی ببینیم که تو ویکلی بیت کوین داره به چه شکل عمل میکنه. ببینید بچه ها، بیت کوین یک ترند صعودی رو از این قسمت یک دو سال گذشته انجام داده. در واقع بیت سیزن بوده و این حرکت انجام شده. در حدود 500-600% رشد رو این حرکت انجام داده. این تاپ بریک شده. این حرکت صعودی بیت کوین نیاز داره که خودشو کارکت بکنه. همونجور که بهتون گفتم بازار از دو قسمت تشکیل شده: ایمپالس، کارکشن و دوباره ایمپالس. ببینید این ایمپالس، کارکشنش، این ایمپالس، کارکشنش. پس این ایمپالس هم نیاز به یک کارکشن بلند مدت داره. پس احتمال این که بیت کوین بخواد که هم دراپ و ریزش عمیق رو اینجا تجربه بکنه و هم بلند مدت رو بسیار بسیار زیاده. به همین خاطر بودش که از 1-2 ماه قبل عنوان کردم که هولد من و تریدر هم در بیت کوین به اتمام رسیده. زمانی که این قسمت بود 17-18 هزار دلار بود، ما هولد کردیم، این قسمت هولد کردیم و بعد از بریک این تاپ تو این محدوده عنوان کردم نزدیک 100 هزار دلار عنوان کردم که ما از هولد بیت کوین خارج شدیم. اگر که بخوایم این رو معامله بکنیم و تریدش بکنیم، یعنی کوتاه مدت. پس بنابراین برای دوستانی که میخوان بیت کوین رو هولد بکنن، همین الان در حال حاضر من پیشنهاد نمیدم بیت کوین رو. بیت کوین رو تو تایم فریم های پایینتر میتونید ترید بکنید، آلت کوین ها رو میتونید ترید بکنید، ولی هولدش من پیشنهاد نمیدم. علتش هم به همین خاطر، به خاطر اینکه این ایمپالس نیاز به کارکشن داره و بسیار خطرناکه. حالا با توجه به این مسائل ما بریم تایم فریم پایینتر و ببینیم که تو کوتاه مدت یا تو میان مدت به چه شکل عمل میکنه. خب تو دیلی یک حرکت نزولی از این قسمت 108 هزار دلار داشتیم. این کارکشنش دراپ مجددا پول بک زد و به نظر میرسه که این تو این محدوده تقریبا بین 90 تا 75 تا 80 هزار دلار این بخواد اینجا خودشو کارکت بکنه، در محور زمان خودشو گسترش بده، مثلا 1-2 ماهی و بعد دوباره بریزه. پس اگر که این تحلیل بخواد اتفاق بیفته تو تایم فریم دیلی طی 6 ماه آینده، پیش بینی میشه که بیت کوین طی مثلا 2-3 ماه آینده تو این محدوده رنج بکنه، خودشو کارکت بکنه و اگر به این شکل خودشو کارکت کرد مجددا انتظار دراپ از بیت کوین رو داریم. با این تحلیل و با این پیش‌فرض تایم فریم رو کم میکنیم، میایم تو کوتاه مدت نگاه میکنیم. خب این رو تو کوتاه مدت من برای بچهای گروه معامله‌گری هر هفته آپدیت میکنم. ببینید این ایمپالس نزولی، این فلگی که اتفاق افتاد دراپ، دوباره ببینید این ایمپالس صعودی، فلگی که اتفاق افتاد صعود. مجددا این ایمپالس نزولی نیاز داره خودش رو کارکت بکنه. به نظر میرسه که اینجا بخواد کارکشن بزرگتری انجام بده، یعنی در واقع به نظر نمیرسه که بخواد فلگ اتفاق بیفته. به نظر من میتونه کارکشن بزرگتری و اینجا از نظر بزرگتر یعنی چی؟ یعنی از نظر زمانی اینجا خودش رو گسترش بده به این شکل و مجددا به این شکل دراپ بکنه، دوباره به سمت بالا بره و این ایمپالس رو اینجا کارکت بکنه. این که میگم میتونه بین 75 تا این قسمت
$95,000 اینجا خودش رو کارکت بکنه، به خاطر همینه. پس بنابراین نوسانگیرها میتونن بین این دوتا ناحیه در واقع معامله انجام بدن به این شکل که اگر این اینجا خوش کارکت کرد، سل دوباره برگشت، فلگ دیدن دوباره بای، دوباره منتظر ایمپالس نزولی، فلگ دوباره سل، دائم میتونن این جهت معاملهشون رو عوض کنن. مثل بچه های گروه معامله‌گری من که این حرکت رو ببینید، این حرکت رو انجام دادن، گرفتن، دوباره اینجا یک ایمپالس، یک فلگ نزولی، دراپ، دوباره اینجا اگر فلگ ساخت دوباره میتونن دراپ بگیرن، اگر فلگ نساخت کارکشن بزرگتری به این شکل انجام داد، مجددا این رو هم میتونن اینجا سلش رو بگیرن. پس بنابراین نتیجه‌ای که از این تحلیل میگیریم تو تایم فریم های پایین تر 15 دقیقه 1 ساعته بازار نوسان خواهد داشت، ممکنه بین این دوتا محدوده بالا و پایین بره. تو تایم فریم های بلند مدت من انتظار رکود و کارکشن و اصلاح زمانی بلند مدت رو توی بیت کوین دارم. در خصوص آلت سیزن و آلت کوین ها تو یک ویدیو جداگونه صحبت میکنم که چقدر احتمال آلت سیزن وجود داره و اینکه چقدر کریپتوهای دیگه و آلت کوین ها میتونن رشد بکنن. حتما این ویدیوها رو بچه‌ها تو گروه های مختلف اشتراک بذارید. افرادی هم که تو این بازار سردرگم هستن بتونن یک تحلیل درست و اصولی رو از بازار ببینن و ما بتونیم به این عزیزان کمک بکنیم. این تحلیل تقدیم حضور شما عزیزان، ازش استفاده بکنید. مراقب خودتون باشید تا تحلیل‌های بعد. خدا نگهدار.